امروز اومدم بهتون یاد بدم گان لژندری از جمله گان اچس و کیارم و بیوای و این همه گان های لژند خفن رو به صورت رایگان بگیرید بدون بند شدن. شما برای این کار باید به اون قسمت چیزی که میخواید کار کنید لژندش کنید نگاه کنید. من گان رو لژندشو ندارم، این فقط اپیکاش هستن. بعد اومدم برای ثابت کردن بهتون بگم. بعد میاید بیرون، میرید تو لوداتتون. حالا یه دونه از این چیزها رو انتخاب میکنید، اون گانی که دلتون میخواد، از جمله نمیدونم BK47 و هر چیزی که هر گانی که دلتون خواست، هر چیزی که دلتون خواست میتونید لژندریش کنید و بدون هیچ بند و خیلی هم راحت همه گان هاتون رو میتونید لژندری بکنید. حتی این گان، حتی KN44. من میخوام MSMC رو واسهتون لژندری کنم و دیدیدم که لژندشو نشم. شما باید این گان رو خام کنید و بدون هیچ اتچمنت، هیچی، مثلا کلا یعنی هیچ برچسبی، بدون هیچی، حتی اپیک هم نباید روش باشه. گانتون رو نباید هیچ کارش کنید و همینطوری ولش کنید و فقط این چیزی که من بهتون میگم رو باید انجام بدید. از قسمت گوشه ها هر 4 تا گوشه رو باید شما به سلیقه خودتون هر کدوم که دلتون خواست چیز بذارید. هر 4 گوشه رو اتچمنت بذارید، فقط 4 گوشه رو، هر 4 گوشه رو شما باید اینطوری اتچمنتشون رو بذارید داخلش و آره دیگه. بعد هر 4 قسمتتونی که گذاشتید بعد آره دیگه بچه ببینید مطمئن باشید که بدون بنه و بعد کانالتون هیچ بن نمیخوره. میگم کانالتون چیزتون بن نمیخوره. بعد در این قسمت درباره همین نامگانتون رو عوض میکنید. این چیزی که من نوشتم رو در اون قسمت مینویسید. بعد دقت کنید کوچیک و بزرگیش باید اوکی باشه. الان این کارو کردیم دیگه. آره اسم گانتون رو اون قسمت چیزه عوض کردید. حالا این قسمت اسم این چیزتون رو لوداتتون رو باید عوض بکنید. بعد حالا این قسمت، این چیزی که قسمت لوداتتون رو گفتم باید عوض بکنید. این چیزی که من می نویسم رو باید در اینجا بنویسید که بتونید گانتون رو لژندری کنید. XM90 بعد ER بعد یه چی بود ERAL رو شما میزنید. به کوچیک و بزرگیش هم قشنگ دقت کنید. میاید در قسمت مولتیتون رو ران میکنید، مولتی رو باز میکنید واسه خودتون. بعد شروع میکنید زدن دیگه. این دست رو شما باید کامل چیز کنید، کامل کنید. و این قسمت هم از اینجایی که من خیلی نتم خفنه نگاه کنید قطع شد. اصلا پینگ و نت و خفن همه چی 20. بعد آره این قسمت آخر شدم، حالا ولش مهم نی. بعد آره دیگه لایک ویدیو یادتون نره حتما. بعد حالا در این قسمت که اومدید شما روی لوداتون پایین میزنید. بعد دوباره همون اسمی که برای همون لودات عادیتون انتخاب کرده بودید و اسمش رو تغییر میدید، پاکش میکنید اسمشو تا همون قسمت و تغییر میدید LG. همه دقت کنید کوچیک و بزرگیشون هم واسه دومین بار دارم میگم دقت کنید که کوچیک و بزرگیش هم اوکی باشه. خط فاصله هر چیزی که میذاریم، داتی میذاریم، نمیدونم شماره هرچی، همه چیش باید مثل چیز من باشه. حالا هر گانی هم که دلتون خواست که بتونم گفتم و آره دیگه همین. و شما در این قسمت میرید دوباره روی گان خودتون و قسمت خشاباش رو یه خشاب میندازید روش، یه خشاب عادی میندازید روی کجا؟ روی گانتون. خب آره بچه ها این قسمت خشابتون رو هر خشابی که دلتون خواست رو میندازید روش. در قسمت بعد مولتی دوباره میزنید، ران میکنید مولتیتون رو و مولتی رو بازی میکنید. و در قسمت پیام هایی که اونجا چت میکنید با رفیقاتون اون قسمت رو باز میکنید
بعد این چیزی که من اینجا نوشتم رو میتونید بعد در همین قسمت پیام ها این چیزی که من می نویسم رو شما باید تایپ کنید. برای همه گان ها همین هست، فقط برای این گان نیست، برای گان SMMC نیستش و فقط برای همه گان های خفنتون و خوشگلتون هست عزیزان دل دراگون بیوای. خب حالا ولش کن. در این قسمت شما کیل‌های خودتون، کیل‌های خوشگل و زیبا و سفید خودتون رو میگیرید و اینکه آره دیگه دور و بر یه دست دو دست بازی کنید. بعد یکی دو دست که بازی کردید، یه دور و بر 5-6 تا کیل زدید، اوکی کنید، بعد برید یکی دو دست بازی کنید، بعد لف بدید. حالا منم الان لف دیدم، یه دستم تمام شد. خب در این قسمت یکی دو نفر رو اینجا من میزنم، یه نفر رو جون سومه آره میزنم این قسمت رو. بعد دیگه هیچکی نیست، کسی رو دیگه نمیزنم و لف میدم، از بازی میام بیرون. لایک، کامنت، سابسکرایب، همه چی بجون بودو بکوب. بعد میید در این قسمت رو آن بود آفش میکنید. بعد میاید در قسمت سفر رو میکشید پایین، هواپیما رو میزنید و نتتون رو کلا رو هواپیما رو میزنید، رو هواپیما میذارید بمونه. بعد دوباره میایید پایین، سفر رو میکشید پایین، رو حالت هواپیما ور میدارید و دوباره رو همون نتی که بود، یعنی شما مثلا نتتون روی مودمتون بوده، دوباره رو همون مودم، یه دفعه نید رو گوشی، اون وقت واسهتون کار نمیکنه. بله و آره دیگه مثلا شما نتت رو گوشی بوده، دوباره رو همون گوشی که رو همون خطی که بوده نتتو بذار، مثلا هر نه رو یفه بنده رو وای فای. آره دیگه همینطوری هست. یه ذره حالا چیز دیگه. بعد دوباره میید در این قسمت لودتتون. بعد این قسمت اد رو چیزتون علامت رو میزنید که لوداتتون اسمش رو عوض بکنید و این چیز رو میذارید و کپیش میکنید روی یه دونه دیگه. حالا من کپی کردم رو 2 و میبینید که گانمون لژندری شده. جون چه بدنی داره سمیه الاف میزنی. خب آره حالا لایک و کامنت و همه چی رو بکوب که همچین ویدیوهایی یاد دادم. فعلا خدا نگهدار.